مدیاکده، مرجع کامل کتاب‌های صوتی روز دنیا. سلام، من برایان تریسی هستم. موفقیت شما در تجارت و زندگی ممکنه به وسیله تواناییتون در مذاکره برای بهترین منافعتون تعیین بشه. در حقیقت مذاکره فرایندی برای تمام زندگیه که بر هر چیزی که انجام میدید، هر چیزی که میگید و تقریبا همه تعاملتون با دیگران هم در زمینه فردی، کسب و کار و اجتماع و هم از خیلی جنبه‌های دیگه تأثیر میذاره. و اگه نتونید به نفع خودتون مذاکره کنید، اگه نتونید بر سر منافعتون مذاکره کنید، آنگاه بازیچه کسانی قرار خواهید گرفت که میتونن به خوبی برای به دست آوردن منافع خود مذاکره کنند. خب، من تجربه‌های زیادی در مورد مذاکره دارم. پس چند ثانیه اجازه بدید تا به شما بگم که محصولات، خدمات و معاملاتی رو بیش از 25 سال خریداری، فروخته و مذاکره کردم. برای فروش، اجاره، خرید و توسعه املاک و مستغلاتی با ارزش تقریباً 100 میلیون دلار مذاکرات خریدها و فروش‌هایی داشتم. من در واردات، توزیع و راه اندازی نمایندگی‌های فروش اتومبیل‌هایی با ارزش بیش از 25 میلیون دلار مذاکراتی کردم. من مذاکراتی در مورد قراردادهای چاپ و نشر داشتم. من مذاکراتی در مورد قراردادهای مشاوره‌ای داشتم. من مذاکراتی بر روی معاهده‌های مربوط به توسعه املاک و مستغلات و همینطور توسعه اراضی داشتم. من به روی فروش انواع کالاها و خدمات مختلف از جمله خدمات کنوانسیون، خدمات هتل، خدمات آموزشی و غیره مذاکره داشتم. بنابراین من راجع به مذاکره خیلی زیاد میدونم و با این حال سالها در این زمینه مطالعه کردم و در چند دقیقه آینده سعیم بر اینه که 21 ایده از مهمترین ایده ها رو که در زمینه مذاکره آموختم رو به شما ارائه بدم تا بتونید همکنون شروع به استفاده کنید تا معاملات بهتری برای خودتون و شرکتتون و برای سازمانتون حاصل کنید. در واقع همه چیزهای یکسانی رو با اولویت بندی متفاوت میخوان. اونا امنیت میخوان، راحتی میخوان، اوقات فراغت میخوان، عشق میخوان، احترام میخوان و احساس رضایت میخوان. ما مذاکره رو از کودکی آغاز میکنیم. در حقیقت حتی بچه‌های کوچیک، من یه پسر 1 ساله دارم. حتی بچه‌های کوچیک میدونن که در آغوش گرفتن و مهربانی راهی است که اونها با والدین و دیگر افراد مذاکره میکنند. در حقیقت مذاکره کردن یا نکردن، مصالحه و سعی در کنار هم آوردن علایق متضاد بخش ضروری زندگی انسانه. شما و من انسان‌های متفاوتی هستیم. هر انسانی چیزهای متفاوت رو به راه‌های متفاوت ارزش میده. همه ارزش‌ها نسبی هستند. وقتی که میگیم ارزیابی نسبی به این معنیه که تنها دلیلی که ما داد و ستد میکنیم اینه که شما چیزی دارید که من اون رو بیشتر میخوام و من چیزی دارم که شما اون رو بیشتر میخواید و در نتیجه سعی میکنیم راه رضایت بخشی بیابیم تا منافع متفاوتمون رو سازگار، تعدیل و مرتب کنیم. اجازه بدید راجع به مذاکره صحبت کنیم. بیایید درباره 21 کلید مذاکره صحبت کنیم. نکته کلیدی اینه که مذاکره یک مهارته و شما میتونید این مهارت رو بیاموزید. میتونید در این زمینه بهتر بشید. هر چقدر در این زمینه بیشتر تلاش کنید این فرایند رو بهتر درک میکنید و بعد هر چقدر که بیشتر در مورد اون فکر کنید بهتر میشید و هر اندازه مذاکره کننده بهتری باشید شادتر خواهید شد. اعتماد به نفستون بیشتر خواهد شد. بیشتر به خودتون متکی خواهید شد. با کنترل بیشتر روی سرنوشتتون به درجه‌ای خواهید رسید که میتونید برای بهترین منافعتون مذاکره داشته باشید. اساس شماره 1 با توجه به خرید و فروش در بازار اینه که هر چیزی قابل مذاکره است. هر چیزی قابل مذاکره است. خب، این یک نکته کلیدیه و باید همیشه به خاطر بسپارید ظاهر چیزی هر چی که میخواد باشه قابل مذاکره است. یک مثال خوب در این زمینه اینه که افرادی لیست قیمتی چاپ میکنن یا اینکه قیمتی رو یادداشت میکنن یا اینکه برچسب قیمتی رو روی محصولات و خدمات میزنن و بدین ترتیب محصولات را به شما ارائه میکنن و خواهند گفت که قیمت اینه، اما حقیقت اینه که اون قیمت هیچ معنایی نداره. با این وجود خیلی از مردم تصور میکنن به دلیل اینکه قیمت نوشته شده غیر قابل تغییره و چون نوشته شده یک حقیقته. حقیقت اینه که همه قیمت‌ها دل بخواهی هستند. هر کسی که در بازار میدونه که قیمت‌ها رو تقریباً به صورت دل بخواهی و بر اساس هزینه‌ها، بر اساس سودآوری پیش بینی شده، بر اساس وضعیت‌های رقابتی و بر این اساس که بازار چقدر تحمل خواهد کرد و غیره تعیین میشه. بنابراین همه قیمت‌ها دل بخواهی هستند. به این معنیه که قیمت‌ها توسط فردی تعیین شده.
و به همین نسبت همه قیمت‌ها دوباره میتونه بازبینی و تعدیل بشه و یا توسط فرد دیگه‌ای دوباره تعیین بشه. پس همیشه به یاد داشته باشید که حتی قیمت‌های نوشته شده پیمان غیر قابل شکستن نیستند. اگه این نگرش رو در خودتون تقویت کنید که قیمت هر چی باشه باز هم میتونید معامله رو به گونه‌ای بهبود ببخشید، این کلید شماست. همیشه به دنبال راهی برای بهبود معامله به نفع خودتون باشید تا اون رو ارزونتر بخرید، تا اون رو سریعتر بخرید، تا پول کمتری بپردازید، تا دریافت بیشتری داشته باشید و غیره. و روش کلیدی اینه. برای اینکه یک مذاکره کننده موفق باشید، روش کلیدی درخواست کردنه. چیزی رو که میخواید درخواست کنید، صادقانه و مصرانه درخواست کنید، بدون تزلزل درخواست کنید، به هر روشی که دوست دارید درخواست کنید، اما معامله بهتری درخواست کنید. از اونا برای بهبود پیشنهاداتشون درخواست کنید و بگویید چرا بله و چرا که نه. خب، دلیل مهمی وجود داره که چرا مردم درخواست نمی کنند. دلیل اساسی و تقریبا همیشه ثابت که اون به قول بزرگ ما مربوط میشه، یعنی ترس از عدم پذیرشه. ترس از عدم پذیرش از دوران کودکی آغاز میشه و ترس از عدم پذیرش در واقع ترس از شنیدن کلمه نه است. در واقع ما اغلب معاهده ها و معاملاتی رو میپذیریم که بسیار کمتر از چیزیه که میتونستیم به دست بیاریم. زیرا برای درخواست کردن چیز بهتری میترسیم. چرا که میترسیم کسی به ما بگه نه. و تنها یک راه برای غلبه بر ترس از عدم پذیرش در رابطه با مذاکره وجود داره و اون اینه: بارها و بارها درخواست کنید تا دیگر نترسید یا نگران نباشید که دیگران چی میگن. روانشناسان به این روش فرایند حساسیت زدایی سیستماتیک میگن. اگه همیشه برای یک معامله بهتر به نفع خودتون درخواست کنید، اگه همه چیز رو قابل مذاکره بدونید، در نهایت اهمیتی نداره که چند بار افراد به شما نخواهند گفت و به این نقطه خواهید رسید که دیگه بر پشتتون سنگینی نمیکنه و متوجه میشید که کلمه نه اصلا شخصی نیست و در اصل کلمه نه هیچ معنایی نداره. بنابراین همیشه درخواست کنید. درخواست کردن هرگز به شما صدمه نمیزنه. من تا به حال با هزاران نفر در سمینارهای مذاکره صحبت کردم و من خودم تجربه هایی رو داشتم که گاهی چیزهایی رو طلب میکنید که مضحک هستن و اونا میگن باشه و این شگفت انگیزه و بعد به این که چقدر بیشتر میتونستید به دست بیارید فکر میکنید. مذاکره یک بازیه. همش بازیه. این نکته عالیه که باید در پس زمینه ذهنتون داشته باشید. همه اینا یک بازیه. واقعیت نیست. جدی ترین مسئله زندگی نیست. مذاکره یک بازیه. بعضی از افراد به مذاکره به عنوان بزرگترین بازی زندگی نگاه میکنن و حتی اگه امکان بهبودی وجود نداشته باشه باز هم بر روی مذاکره اصرار دارند. اونا فقط دوست دارن که اصرار کنن و چونه بزنن. اونا دوست دارن مذاکره کنن چون بخشی از بازیه و این برای اونها سرگرم کننده است. و اگه به مذاکره به عنوان یک سرگرمی نگاه کنید، اون وقت به دنبال شکار فرصت‌ها در هر زمانی که بتونید هستید تا مذاکره کنید. و من به شما نشان خواهم داد که چه کارهایی میتونید انجام بدید و چه کارهایی نمیتونید انجام بدید تا اون رو به بازی تبدیل کنید که بیشتر اوقات در اون پیروز بشید. حالا نکته شماره 2. این شماره هدف مذاکره یا مقصود مذاکره است و میخوام اونو برای شما بگم زیرا فکر میکنم که خیلی عالیه. میگن هدف مذاکره رسیدن به توافقه. خب، هدف رسیدن به توافقه. این نیست که فقط مذاکره کنید، بلکه به طریقی به توافق برسید. رسیدن به توافقی که طرفین راضی باشن و اونها به حدی راضی‌اند که نیازهاشون برطرف میشه. این که اونها احساس میکنن که نتایج خوبی از مذاکره حاصل کردند. معامله خوب معامله‌ایه که در اون دو طرف از اینکه وارد مذاکره شدن احساس آسوده تری دارند و اگه نیازهاشون برطرف بشه اونا مجبور میشن و این درسته. اونها از درون مشتاق میشن تا به تعهداتشون عمل کنند. معامله خوب معامله‌ایه که شخص از وارد شدن در اون به قدری خوشحال و مسرور بشه که میخوان اون رو به انجام برسونن و میخوان به تعهداتشون عمل کنند. معامله بد معامله‌ایه که در اون شخص وقتی وارد معامله شده احساس ناراحتی از معامله داره و هر کاری میکنن تا تعهداتشون رو انجام ندن. و نهایتاً معامله خوب معامله‌ایه که در اون طرفین میخوان به تعهداتشون عمل کنن و میخوان وارد یک سری معاملات دیگه بشن، وارد یک سری معاملات و مذاکرات دیگه‌ای بشن. پس اگه به مذاکره با این دید نگاه کنید در خواهید یافت که مذاکره یک آغاز و یک میانه داره.
اما هیچ پایانی نداره، زیرا به صورت مستمر ادامه داره. وقتی که وارد یک مذاکره میشید به اون به عنوان نوعی ایجاد ارتباط بنگرید. بعضی از بهترین روابط تجاری که شما و من میتونیم داشته باشیم با مذاکره یا آغاز میشه که رضایت بخش بوده و طرفین خوشحال هستن و اونها راضی هستن و اونها احساس رضایتمندی میکنن و این رابطه تا سالها ادامه پیدا میکنه. بنابراین آگاه باشید بدترین نوع مذاکره‌ایه که وقتی پایان پیدا میکنه هیچ یک از طرفین حاضر به مذاکره دوباره نیستند و هیچ یک احساس راحتی نمیکنند و یا یک طرف احساس خوبی برای انجام تعهداتشون نداره. سبک‌های مذاکره. چندین سبک و چندین نتیجه برای هر کدام از این سبک‌ها وجود داره. اولین سبک به نام برنده بازنده است. مذاکره برنده بازنده زمانیه که فرد الف چیزی رو میخواد به دست بیاره. در واقع الف برنده میشه و ب میبازه. مذاکرات برنده بازنده قطعاً مذاکره‌ای نیست که به داد و ستدهای دیگه‌ای منجر بشه. نوع دوم برعکس اینه، یعنی بازنده برنده. بازنده برنده یعنی ب چیزی که میخواد به دست میاره و برنده میشه و الف بازنده است. در این حالت نیازهای فرد ب برآورده میشه، اما نیازهای الف برآورده نمیشه. اما حالت سومی هم به نام بازنده بازنده داریم. بازنده بازنده یعنی هر دو طرف وارد مذاکره میشن که هیچ یک راضی نیستن و نیازهای هیچ کدومشون برطرف نشده و هر دو طرف بازندن و هر دو از این معامله خرسند نیستند. این نوع مذاکره معمولاً همراه با دشمنی، خصومت، جدل و نزاع و غیره اتفاق میفته. حالت بعدی حالتیه که به اون مصالحه میگیم. در مصالحه نیازهای طرفین تا حدودی برطرف میشه، اما نه به صورت کامل. تا حدی راضی و تا حدی ناراضی اند. این نوع مذاکره در میان بدترین مذاکره ها بهترینه. حالت پنجم حالتیه که معامله‌ای در کار نیست. شما موقعیت و نیازها و منافع خودتون رو معرفی میکنید و در میابید که نمیتونید وارد یک توافق بشید و خیلی دور از هم قرار دارید. و نهایتاً مورد آخر حالت برنده برنده است. در این نوع هر دو طرف احساس پیروزی میکنند و هر دو طرفین احساس میکنند که وارد یک معامله عالی شدند. هر دو طرف راضی و خوشحالند و مشتاق به ادامه انجام تعهدات خود و ورود به معاملات دیگری هستند. در اکثر مواقع لازم معاملات برنده برنده به گزینه سومی برسه. از اونجا که هر دو طرف مذاکره با یک سری ایده ها، منافع، مواضع در ذهن خود وارد مذاکره میشن، برنده برنده به این معنیه که مذاکره میکنید و به دنبال گزینه سومی هستید که در اغلب موارد نسبت به ذهنیتی که طرفین با اون وارد مذاکره شدند متفاوته. اما در نهایت نتیجه به دست آمده نسبت به ذهنیت ابتدایی برای هر دو طرف رضایت بخشتره. حالا کل این دوره از زمانی که در مورد چیزهایی که در این چند دقیقه صحبت کردیم به بعد بر مبنای مذاکرات برنده برنده خواهد بود. کارهایی که میتونید انجام بدید تا وارد توافقهایی بشید که به قوی ترین موقعیتتون برسید، اما در نهایت وارد معامله‌ای میشید که دو طرف احساس خرسندی و رضایتمندی و ارضا شدگی دارند. در ادامه این بحث به کلید شماره 4 میرسیم. این مورد یک فاکتور حیاتی در مذاکره است و قدرت نامیده میشه. قدرت یک فاکتور اساسی در مذاکره است. هرچه در یک مذاکره قدرت بیشتری داشته باشید، احتمال بیشتری وجود داره که مذاکرتون با نتایج رضایتمندانه به اتمام برسه. اگه شخصی اسلحه‌ای داشته باشه و اون رو روی سر شما بگذاره و پولتون رو طلب بکنه، طبیعتاً یک مذاکره رضایتمندانه‌ای نخواهد بود. این مذاکره از نوع برنده بازنده است. اما قدرت اونقدر زیاده که فرد الف چیزی رو که میخواد به دست میاره و فرد ب چیزی نصیبش نمیشه. خب، پس اجازه بدید سراغ بعضی از عناصر قدرت بریم. راستی قدرت در ادراک ماست. درک ما از قدرت، نه خود قدرت. یکی از معروفترین داستانها در تاریخ نظامی مربوط به شکست سنگاپور از ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دومه. ارتش بریتانیا بیش از 50,000 سرباز در سنگاپور داشت و اونها به یک ژنرال ژاپنی که کمتر از 20,000 مرد تحت امرش بودن تسلیم شد. زیرا ارتش بریتانیا متقاعد شده بود که ژاپنی‌ها بیش از 100,000 نیروی آماده رزم داشتند که آماده حمله به جزیره بودند و ژاپنی‌ها قدرت داشتند که از این ادراک بهره برداری کنند و توانستند امتیازات کامل رو به دست بیارند. این شکست بزرگترین شکست و تسلیم در تاریخ سلطنت بریتانیا بوده. چندین راه برای ایجاد این ادراک وجود داره. اجازه بدید اون رو بررسی کنیم. یکی از این راه‌ها قطعاً کم بوده.
اگه بتونید این ادراک رو به وجود بیارید که شما چیزی دارید که شخص دیگری به اون نیاز داره و خود شما نیز خیلی از اون نداشته باشید و شخص دیگه اون رو میخواد، این قدرت معامله فوق‌العاده‌ای به شما میده. مورد بعدی بی‌تفاوتیه. ایجاد این ادراک براتون مهم نیست که آیا این شخص این جنس رو بخره یا نخره و یا وارد توافق بشه یا نه، مخصوصا اگه شخص دیگه اون رو بخواد. بی‌تفاوتی به شما قدرت فوق‌العاده‌ای میده. البته بی‌تفاوتی زمانی به وجود میاد که شما انتخاب‌های زیادی داشته باشید. هرچه انتخاب‌های شما بیشتر باشه، بی‌تفاوتیتون نیز بیشتر خواهد شد. اختیار هم بسیار مهمه. در واقع این که شما اختیار اتخاذ یا عدم اتخاذ تصمیمی رو دارید که به نفع دیگری است، به شما قدرت میده. و نکته دیگه در مورد قدرت چیزیه به نام شجاعت. تمایل شما به قبول نکردن یک معامله، تمایل شما در داشتن موضع محکم در یک معامله، تمایل شما در پذیرش ریسک‌های محاسبه شده در چشمان شخص دیگه به شما قدرت ادراک شده ای میده. دومین فاکتور قدرت تعهده. این که طرف دیگه درک کنه که شما برای گرفتن بهترین معامله کاملا آماده هستید و هر آنچه که لازم باشه انجام خواهید داد. در مثال سنگاپور، بریتانیا متقاعد شده بود که ژاپنی‌ها ممکنه سرتاسر جزیره رو مورد حمله قرار بدن و همه افراد جزیره رو بکشند. و ژاپنی‌ها توانسته بودند بریتانیا رو در این مورد متقاعد کنند. زیرا اونا به سراسر مالزی تا اون نقطه مورد نظر تجاوز کرده بودند. بنابراین اونا میتونستن ببینن که این تعهد یا تصمیم خیلی قوی بود و منجر به تسلیم اونها در مذاکره شد. زیرا اونا چیزی رو که ممکن بود به عنوان یک نتیجه اتفاق بیفته رو نمیخواستند. خب، بخش دیگه قدرت تخصصه. در یک مذاکره شخصی که بیشترین دانش رو داشته باشه، کسی که خبره‌تر باشه و شخصی که میتونه بگه به دلیل دانش و تجربه‌ای که من دارم کار باید این گونه باشه و به این دلیل انجام بشه، شخصیه که قدرت فوق‌العاده‌ای داره. اگه در حال فروش یک محصول یا خدمات پیچیده، سطح بالا یا سختی هستید، شخصی که قدرت دانش داره در مذاکره قدرت شگرفی داره. شخصی که میتونه توضیح بده که این پیچیدگی عوامل چیزی رو که به دنبال اون هستید و اون رو میخواید و به اون نیاز دارید رو با قیمتی مناسب برای شما به ارمغان میاره. بار سنگینی رو بر خریداری میگذاره که اطلاعاتی نداره. همچنین شما قدرت شناخت نیازها رو دارید، مخصوصا شناخت نیازهای طرف مقابل. مثلا نمونه ها و موارد زیادی وجود داره که در زمینه تجارت شخصی در خواهد یافت که این شرکت نیاز مبرمی به یک محصول یا خدماتی خاص داره و یا اینکه این شرکت با مشکلات مالی جدی روبروه و نیاز به اعتبار و گسترش کار داره و یا اینکه این شرکت با مشکلات مالی روبروست و مجبور این فروش رو با هر قیمتی به انجام برسونه. بنابراین آگاهی از نیازهای دیگران به شما قدرت زیادی میده. نوع دیگری از قدرت که بسیار حائز اهمیت، قدرت همدلیه. این قدرت شناسایی و برقراری روابط گرم با دیگر افرادی که احساس کنن شما به این توجه دارید که اونا معامله خوبی نصیبشون بشه. این باید خالصانه و واقعی باشه. باید یک همدلی صادقانه باشه. باید صادقانه بخواید که هر دو طرف از این معامله بهره مند بشن و اگه این رو احساس کنید و اون رو بیان کنید، قدرت زیادی به شما میده، زیرا احتمال بیشتری وجود داره که افراد با افرادی که دوستشون دارن وارد پیمان بشن تا افرادی که دوست ندارند. دو نوع دیگر قدرت که اولی اونها قدرت پاداش و تنبیه. اگه شما توانایی اعطا کردن پاداش ها، مزایا، موافقت نامه ها رو داشته باشید، به احتمال بیشتری با شما کار میکنند. و اگه شما با محروم ساختن پاداش ها و مزایا قدرت تنبیه مالی اونها رو داشته باشید، این سبب میشه که اونها بخوان با شما وارد مذاکره بشند. و در نهایت قدرت آخر قدرت سرمایه گذاریه. قدرت سرمایه گذاری به میزان زمان و تلاشی مربوط میشه که شما یا طرف دیگه در این مذاکره باید صرف کنید. اگه تنها 5 دقیقه زمان صرف کنید سرمایه گذاری بسیار اندکیه، اما اگه 5 روز، 5 هفته و 5 ماه رو طی زمانی خاص برای پیش رفتن به سمت یک توافق صرف کنید، هر چه که طرفین بیشتر سرمایه گذاری کنند یا هر اندازه طرف مقابل بیشتر سرمایه گذاری بکنه، قدرت بیشتری خواهید داشت تا این توافق را به سرانجام برسونید. اگر برای مثال طرف مذاکره تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد فروش انجام داده باشه و پول زیادی برای آمادگی برای این مذاکره صرف کرده باشه، سرمایه گذاری زیادی داشتن و شما قدرت زیادی دارید. هیچ کس به طور جدی با شما وارد مذاکره نخواهد شد.
مگر اینکه متقاعد بشن که شما قدرت کمک به اونها رو دارید و میتونید چیزی رو که اونها میخوان رو به اونها بدید، یا قدرت ضربه زدن و محروم کردن اونها از اونچه که میخوان رو دارید. بنابراین همه مذاکرات جدی با اعتقاد فردی آغاز میشه که باور داره شما نوعی قدرت، اختیار و توانایی لازم در راستای کمک به اونها رو دارید تا چیزی رو که میخوان بتونن به دست بیارن. بنابراین راجع به اون وقتی که میخواید وارد مذاکره بشید فکر کنید. چطور میتونید قدرت ظاهرتون رو افزایش بدید؟ یکی از راههایی که افراد انجام میدن تا قدرتشون رو افزایش بدن اینه که وکیل گران یا متخصصی رو به مذاکره خواهند آورد تا سوالاتی رو بپرسه که سبب بشه طرف دیگر مذاکره بگه این شخص بسیار آماده و با معلوماته. و اما کلید شماره 5 اینه. شماره 5 احساساته. احساس یک فاکتور کلیدی در مذاکره است. یکی از مهمترین چیزایی که میتونم به شما بگم اینه که هرچه بیشتر بتونید احساساتتون رو وارد مذاکره نکنید، بیشتر قادرید مذاکره کنید و بهترین معاملات رو برای خودتون و برای سازمانتون ترتیب بدید. هرچه احساسی تر بشید، قابلیت کمتری دارید که برای بهترین نفع خودتون عمل کنید. حالا خطرناکترین احساسات کدامند؟ خطرناکترین احساسات طمع و حرصند. طمع و حرص احساساتی هستند که اغلب نتیجه معکوس میدن و میتونید بر اساس حرص وارد یک توافق بشید اما نهایتاً منجر به انصراف میشه. یا ترس. ترس یکی از اون احساسات خطرناکه. باید از احساسات و تفکراتتون در این گونه شرایط آگاه باشید. و سومین احساس خشم و عصبانیته. رها کردن حرص، ترس و خشم اغلب توسط مذاکره کنندگان خبره مورد استفاده قرار میگیره تا افراد رو عصبانی کنند. زیرا وقتی شما احساساتی میشید، توانایی انجام ارزیابی‌های صحیح در شما به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا میکنه. اما بهترین و مهمترین همه احساسها تمایل یا آرزوست و در اینجا راجع به این موضوع صحبت میکنم. زیرا تمایل فاکتوری کلیدی در تعیین مسیر مذاکره است. در ابتدا در زمینه تمایل این سوال رو از خودتون بپرسید: تا چه اندازه اون رو میخواید؟ میدونید؟ تا چه اندازه اون رو میخواید و چگونه بیان میکنید که اون رو میخواید قدرت و توانایی شما رو در داشتن مذاکره موفق نشون میده. اگه چیزی رو اونقدر میخواید که میتونید اون رو مزه کنید، حاضر میشید هر بهایی رو بابت اون بپردازید. و اگه طرف مقابل این رو بفهمه، قادر اون رو از چنگ شما در بیاره. بنابراین شما باید این سوال رو از خودتون بپرسید: بدترین نتیجه ممکن چیه؟ برای اینکه به نقطه‌ای برسید که احساساتی نباشید، بدترین پیامدهای ممکن چیه؟ اگه به طور کلی اون رو به دست نیاوردید چه خواهد شد؟ و ذهنتون رو برای دریافت نکردن اون آماده کنید. ذهن خودتون رو برای بدترین پیشامدها آماده کنید. چی میشه که اگه اون رو به دست نیارید؟ آیا شما رو میکشند؟ آیا به زندگیتون پایان میدن؟ نه، اصلاً. و هر کاری رو که میتونه میزان تمایلتون رو کاهش بده انجام میدید. حاضر باشید تا اجازه بدید این موقعیت از بین بره. و سوال سومی که باید از خودتون بپرسید اینه که چی؟ اگه معامله به هم بریزه و اگه کارگر نیفته که چی؟ من با تاجر موفقی کار میکردم و زمانی که راجع به یک معامله هیجان زده میشد به من گفت: برایان، معاملات مانند اتوبوس ها هستند. همیشه یکی دیگه در راهه. خیلی هیجان زده نباش و همینطور خیلی هم نگران نباش. اگه درست پیش نرفت فراموشش کن. حتما چیز دیگری اتفاق خواهد افتاد. کاری که باید انجام بدید اینه که رهاسازی رو تمرین کنید. وقتی که شما وارد یک مذاکره میشید، خودتون رو به دقت زیر نظر بگیرید. رهاسازی رو مانند بودایی ها تمرین کنید. خودتون رو گرفتار و درگیر نکنید. احساساتتون رو وارد نکنید. هویتتون رو با یک مذاکره تعریف نکنید. این یک نکته کلیدی برای حفظ موضع قدرته. و این ما رو به نکته کلیدی بعدی مذاکره میرسونه و اون زمانه. زمان و زمانبندی. در رابطه با زمان و زمانبندی دو نکته کلیدی رو یادآور میشم. یکی از عناصر کلیدی در زمانبندی اضطراره. اگر به جای عدم اضطرار حس اضطرار وجود داشته باشه، شخصی که اضطرار بیشتری در ایجاد توافق داره ضعیف‌تر عمل میکنه و شخصی که اضطرار کمتری داره یا اصلا اضطرار نداره قوی تره. اگر بتونید با گفتن این موضوع که محصول یا خدمات کمیاب هستن و تعداد اونا در انبارتون دارن کم میشن یا قیمتها بالا خواهند رفت و غیره، شما رو در موقعیت قدرت قرار میده. دومین مورد درباره زمان تأخیره.
به خاطر داشته باشید که همونطور که ژاپنیا میگن تأخیر خونسردترین فرم انکاره. هر چقدر که شما یک مذاکره رو بیشتر به تأخیر بیاندازید یا نتیجه گیری رو در برابر فردی که میخواد به نتیجه نهایی برسه به تأخیر بیاندازید، قدرت بیشتری پیدا میکنید. من داستان معروف جنتلمنی رو به خاطر دارم که به جهت مذاکره برای قراردادی برای شرکتش به ژاپن رفت. این قرارداد برای او بسیار مهم بود. او یک مدیر جوانی بود و ژاپنی‌ها او را از فرودگاه سوار لیموزین کرده و او را به هتلش بردن و گفتن مادامی که در ژاپن حضور دارید ما مراقب همه چیز هستیم. شما مهمان افتخاری ما هستید. بلیط‌های هواپیماتون رو به ما بدید. ما ترتیب بازگشت شما به فرودگاه رو میدیم و غیره. اونها بلیط‌های هواپیمای او رو بردن. اونا دقیقاً میدونستن که او برای عقد قرارداد چقدر زمان داره. او 6 روز در ژاپن زمان داشت و بعد از اون باید به آمریکا برمیگشت. کاری که اونا کردن این بود که در 5 روز اول او رو بیرون بردن و از او پذیرایی کردن. اون رو به کارخونه بردن. برای اون شام سرو کردن اما هرگز در مورد کسب و کار صحبت نکردند. او سعی میکرد تا جایی که میتونه مؤدب باشه و اونها تا روز آخر بحث جدی در مورد کار نکرده بودند. و بحث نهایی در مسیر رفتن به فرودگاه در ماشین اتفاق افتاد و او مورد بازیچه قرار گرفته بود و بدترین معامله رو پذیرفت و اگه فهمیده بود که اونا از زمان بر علیه او استفاده میکردن هیچگاه به این بدی نمیشد. بنابراین در اینجا درباره زمان یک قانون نهایی وجود داره و اون قانون 80-20. قانون 80-20 میگه که 20% زمان نهایی هر معامله‌ای 80% از موضوعات مهم و ارزش اون معامله رو در بر میگیره. 80% زمان اول معامله تنها به 20% معامله میپردازه. 20% آخر به مسائل کلیدی میپردازه. بنابراین نسبت به اون بسیار آگاه باشید. احتمال بسیار کمی وجود داره که پیشرفت زیادی رو در دقایق اول حاصل کنید. به کلید شماره 7 میرسیم. کلید مذاکره گزینه‌های انتخابیه. در واقع گزینه‌ها به معنای آزادیه. تنها به اندازه تعداد گزینه‌های موجودتون آزاد هستید. به بیان دیگه اگه وارد مذاکره‌ای بشید و فقط یک انتخاب داشته باشید و این انتخاب چیزی باشه که فرد دیگه داره یا نداره، در این صورت دست شما بسته است. اما اگر گزینه‌های متنوعی داشته باشید و اگه بدونید که میتونید راه‌های متفاوتی رو طی کنید و چیزهای متنوعی رو انجام بدید، اون وقت قدرت زیادی دارید و اهرم چانه‌زنی رو در دست دارید. کلید گزینه‌ها اینه: هرچه بیشتر بهتر. هرچه بیشتر بهتر. بنابراین تحقیقاتتون رو انجام بدید و اطلاعات رو به دست بیارید. پیدا کنید که کجا میتونید محصولات و خدمات رو فراهم کرده و چقدر برای اون باید پرداخت کنید و چه کس دیگری اون رو عرضه میکنه. در چه زمان و تاریخی تحویل داده خواهد شد. برای اینکه وقتی وارد یک مذاکره میشید میدونید که گزینه‌های زیادی دارید. دوباره تکرار میکنم. گزینه‌ها رو گسترش بدید. انتخاب‌ها رو گسترش بدید. شما به اندازه تعداد گزینه‌های انتخابیتون آزاد هستید. خب، کلید شماره 8 اینه که بدونید چی میخواید. دانستن چیزی که میخواید بسیار بسیار مهمه. عجیبه که خیلی از مردم وارد مذاکرات میشن در حالی که نمیدونن چی میخوان، تا اینکه در مذاکره قرار بگیرن یا اینکه همونطور که پیش میرن اون رو میسازن. برای شناخت چیزی که میخواید باید از پیش به اون خوب فکر کنید. از پیش به اون خوب فکر کنید. تا جایی به اون فکر کنید که به شفاف سازی برسید. و این به اون معناست که باید روی کاغذ فکر کنید و اون رو بنویسید. هر چیزی رو که میخواید یادداشت کنید و توافقنامه ایدئال خود رو توصیف کنید. نتیجه ایدئال شما چه خواهد بود؟ به اون فکر کنید. با شخص دیگه‌ای در این مورد صحبت کنید. با شخصی در مورد اون بحث کنید، اما بفهمید که نتیجه ایدئالتون چیست و بگید نه. اگه بتونیم هر چیزی رو که میخوایم داشته باشیم و این معامله به خوبی پیش میرفت چگونه خواهد بود؟ خب، این بدان معنی نیست که میخواید محصول یا خدماتی رو رایگان به دست بیارید یا چیزی رو که میخواید کاملا به ضرر طرف مقابل باشه، اما نتیجه ایدئالی وجود داره که شما رو راضی میکنه و این ما رو به یک معامله ساده‌ای میکشونه که اون رو خیلی خوب، متوسط و کم مینامیم. وقتی وارد معامله خرید و فروش میشید، وقتی چیزی رو میخرید یا میفروشید، باید چیزی رو داشته باشید که ما به اون میگیم بهترین. این بهترین چیزیه که میتونید انتظار داشته باشید. گزینه دوم یا متوسط نتیجه قابل قبوله و سومین گزینه بدترینه. اگه شما به بدترین نتیجه کشیده بشید، یعنی کمترین چیزیه که میتونستید به اون برسید.
این حالتیه که به اون موقعیت عقب نشینی نهایی میگیم. میتونید به این حداقل برگردید. حالتی که از اون متنفرید، اما کمترین و پایینترین نتیجه است که شما میتونستید به دست بیارید و در پایینتر از این میزان هیچ کاری از دست شما بر نمیاد. بنابراین شما در معامله یا مذاکرتون از کجا شروع میکنید؟ خب شما از همینجا آغاز میکنید. شروع میکنید و کمی بالاتر از بهترین مرتبتون آغاز میکنید. اغلب در خواهید یافت که زیادی بالا شروع کردید و مجبورید این رو اعتراف کنید و در آخر به بهترین شکل معاملتون رو پایان خواهید داد. اما راجع به بهترین چیزی که میتونید به طور منطقی اون رو طلب کنید فکر کنید. یک معامله قابل قبول چیه؟ و بدترین چیزی که میتونه برای شما اتفاق بیفته و در مورد اون فکر کنید. قبل از اینکه کاری انجام بدید راجع به اون روی کاغذ فکر کنید. به خاطر داشته باشید کسی که به وضوح راجع به چیزی که میخواد فکر میکنه مزایای فراوانی نسبت به کسی داره که دچار ابهام و عدم وضوحه. وضوح کلید مذاکره است. کلید شماره 9. 80% تمام مذاکرات موفق آماده سازیه. 80% از موفقیت شما در آماده سازی که شما قبل از رفتن به اداره طرف مقابل انجام میدید تحقق مییابد. عوامل کلیدی که شما در رابطه با آماده سازی باید به اون توجه کنید از این قراره. موضوع بحث. راجع به چه چیزی قصد دارید صحبت کنید؟ هدف این ملاقات چیه؟ هدف این مذاکره چیه؟ اون رو به وضوح تعریف کنید. محتویات این مذاکره چه چیزهایی رو در بر میگیره؟ چه چیزی رو میخواید از مذاکره خارج کنید؟ و اهدافتون چیه؟ میخواید چه کاری رو انجام بدید؟ وقتی وارد این مذاکره میشید میخواید چه کاری رو انجام بدید؟ آیا اهدافتون براتون واضحه؟ میدونید که هر چقدر اهدافتون براتون واضح تر باشه در این صورت آسانتر میتونید اون رو به طرف معامله یا مذاکره منتقل کنید و در این صورت آسانتر میتونید به نفع خودتون معامله کنید. و در این صورت راحت‌تر میتونید به جلو یا عقب پیش برید. موضوعات چیان؟ موضوعات بحث چیست؟ به بیان دیگه زمینه‌های اختلاف نظر و عدم توافق چیه؟ اینکه چه مواردی باید مورد بحث قرار بگیره و حل بشه و در جایی که شما نظری دارید ممکنه اونها عقیده‌ای متفاوتی داشته باشند. و نهایتاً اینکه موضوع شما چیه؟ موضوع آغازین شما چیه؟ آیا شما با میل یک مذاکره را آغاز می‌کنید در حالی که اونها برای شروع معامله میلی ندارن؟ آیا شما با میل یک مذاکره را آغاز می‌کنید؟ یا اینکه هر دو با تمایل رسیدن به یک مصالحه خوب آغاز کردید؟ اما موضع هر دو طرف رو بیابید و در مورد این مسائل روی کاغذ فکر کنید. راجع به اتفاقاتی که ممکنه بیفته در ذهنتون فکر کنید. خب، حالا به موقعیت ها میرسیم و این کلید شماره 10 هست. موقعیت ها مهم هستند. موقعیت ها نقاط شروع هستند. موقعیت ها شامل جایی هستند که شما از اون میایید و جایی که قصد دارید برید. و چقدر زیاد یا کم میتونید بپذیرید. موقعیت ها به شرایط مرزی برمیگرده. چیزهایی که باید به اون پرداخته بشه. مانند محدودیت ها یا یک توافق نامه. لازمه بگم که شما این رو دارید. اینجا یک موقعیته و در بالای این موقعیت بهترین امکان برای شما وجود داره. در اینجا شما بدترین امکان رو دارید و چیزی که به دنبال این هستید در بین این دو قرار داره. و در اینجا حداقل و اکثر جایی که در هر دو جهت برای دستیابی به بدترین و بهترین میتونید حرکت کنید وجود داره. بنابراین به موقعیت هاتون به وضوح فکر کنید تا بدونید که از کجا شروع میکنید. این سوالات رو بپرسید. الف. ضرورت های شما چیست؟ در نتیجه این چه چیزی رو باید داشته باشید و چه چیزی رو نباید داشته باشید؟ حداقل و حد اکثرهای شما چیست؟ راجع به اون فکر کنید. ب. ضرورت های طرف دیگر چیست؟ حداقل و حد اکثر اونها چیست؟ چه چیزی رو حتما باید داشته باشند؟ چندی پیش برای اجاره دفتر کار مذاکراتی داشتم. همونطور که تحلیل‌های پیش از مذاکره‌ام را انجام میدادم، میدونستم که صاحب ملک تنها میتونست دفتر رو تحت شرایطی خاص و برای مبلغ معینی اجاره بده. وگرنه مؤسسه‌ای که ملک در رهن اون بود اون رو قبول نمی‌کرد. بنابراین من میدونستم ضرورت‌های طرف مقابل پارامتر خاصی داشت. زمان، شرایط، میزان اجاره آزاد، پارکینگ و غیره از مواردی است که توسط صاحب خانه میتونست مورد مذاکره قرار بگیره. اما پایه اجاره توسط مؤسسه مورد نظر کنترل میشد و من میخواستم در اون ملک بمونم.
بنابراین دانستن ضرورت‌های طرف مقابل این امکان رو برام فراهم کرد تا مذاکره بهتری داشته باشم نسبت به زمانی که به خوبی از پیش به اون فکر نمی‌کردم. سوال جیم: حاضر چه چیزی رو واگذار کنید؟ حاضر هستید چه چیزی رو به منظور به دست آوردن ضرورت‌هاتون واگذار کنید؟ به هر چیزی که می‌خواید فکر کنید و بگید: چه چیزی رو باید داشته باشم؟ چه چیزی رو می‌خوام داشته باشم؟ چه چیزی رو داشته باشم خوبه؟ و به چیزی که واگذار می‌کردید بیاندیشید. و سوال دال: در ارتباط با موقعیت‌ها چه نوع امتیاز انحصاری دارید؟ امتیاز انحصاری به این معنیه که شما میگید بسیار خوب، او قصد داره این یا اون رو تقاضا کنه و فرد دیگه این و اون رو تقاضا خواهد کرد. چه امتیازاتی رو حاضر هستم بدم تا اونها رو راضی کنم؟ لیستی تهیه کنید. اینها امتیازات منه. با اکراه این امتیازات رو بدید. منظورم اینه که همه اونها رو نکنید. وقتی که در حال مذاکره برای چیزی هستید که مجبورید داشته باشید و اونها انعطاف پذیر نیستن، شما میتونید بگید خب نگاه کنید، اگه شما اون رو به من بدید من این امتیاز رو به شما خواهم داد، یا اینکه اگه شما در این مورد انعطاف به خرج بدید من نیز در اون مورد کوتاه خواهم اومد. اما قبل از اینکه وارد این جریان بشید به این فکر کنید که میخواید از چه چیزی دست بکشید. به خاطر بسپارید 80% جریان آماده سازی است. اما به سراغ کلید شماره 11 میریم. این قانون خیلی ساده ایه و توصیه میکنم اون رو انجام بدید. این قانون وضعیت معکوس نامیده میشه. خودتون رو در موقعیت شخصی قرار بدید که با او مذاکره میکنید و به اون فکر کنید و مذاکره رو از دیدگاه اونها بررسی کنید. سعی کنید قضیه رو از دید اونها نگاه کنید. فرض کنید که طرف مذاکره شما شخصی منطقی است و میخواد برای خودش معامله سودمندی به دست بیاره. اگه در موقعیت اونا بودید تمام چیزی که میخواستن در این مذاکره به دست بیارن بنویسید. اونا مسئله رو قبل از اینکه بخوان دعاوی خودشون رو ارائه بدن از دیدگاه وکیل طرف مقابل استدلال میکنند. بنابراین قبل از اینکه موضوع خودتون رو آماده کنید مذاکره رو از دیدگاه طرف مقابلتون بسنجید و تحلیل کنید. این مسئله وضوح کاملی در مورد حوزه‌هایی که با هم توافق دارید و حوزه‌هایی که مخالفت‌هایی دارید و حوزه‌هایی که میتونید خیلی سریع با هم سازش کنید به شما میده. و اما کلید شماره 12: فرضیات و گمان‌هایی که از دلایل اصلی مخالفته. فرضیات و گمان‌های نادرست مساوی با اختلافاته و با کمال تعجب زمان زیادی که برای مذاکره گذاشته میشه صرف حل تصورات اشتباه میشه. در ابتدا این سوال رو بپرسید: فرضیات شما چیست؟ نه فقط فرضیات واضح بلکه گمان‌ها و فرضیات پنهانتون. سوال ب: فرضیات واضح و پنهان اونها چیست؟ وقتی وارد میشن چه تصوراتی دارند؟ آیا اونا فکر میکنن که شما واقعا میخواید وارد یک مذاکره بشید؟ آیا اونا میپندارند که شما نسبت به این جریان بی‌تفاوتید؟ آیا اونها فکر میکنند که شما دوستید یا دشمن؟ اونا فکر میکنند که شما شخص خوبی هستید یا سرسخت و یا چیزهای دیگر؟ اما سوال جیم: آیا ممکنه فرضیات شما غلط باشه؟ این خیلی مهمه. آیا ممکنه فرضیات شما که بر مبنای نظرتون در مورد این که فرضیات اونها چیست غلط باشه؟ اگه اشتباه بودن چطور میتونید شرایطتون رو عوض کنید؟ اگه فرضیاتتون اشتباه از آب در اومدن چی؟ خب یکی از فرضیاتی که در مذاکره با فرد دیگه‌ای داریم اینه که اونا واقعا میخوان معامله رو انجام بدن. گاهی افراد نمیخوان با شما معامله کنند. چیزی که اونا میخوان اینه که قبل از فرد دیگه‌ای با شما مذاکره کنند. بنابراین به این نکته دقت داشته باشید و از خودتون بپرسید که چطور شما میتونید فرضیات رو شفاف سازی کنید. خب راه ساده‌ای برای این کار وجود داره و این روشیه که برای شروع هر مذاکره به شما پیشنهاد میکنم. این سبک مصاحبه نامیده میشه. به جای اینکه مستقیم با تجارت شروع کنید به سراغ سبک مصاحبه برید. انگار که یک روزنامه نگار هستید. در اینجا سوالی وجود داره که برای شروع یک مصاحبه و برای شروع یک مذاکره بارها و بارها و بارها میپرسم. به من بگید میخواید این بحث چطور به صورتی ایدئال حل و فصل بشه؟ نتایج ایدئالتون از این مذاکره چیه؟ اگر دقیقاً چیزی رو که میخواید عملی کنید رو به من بگید، در اون صورت میتونم چیزی رو که میخوام انجام بدم رو دقیقاً به شما بگم
و ما میتونیم به طور وضوح با در نظر گرفتن فرضیات، موقعیت و منافعمون آغاز کنیم. و در آخر با زبان و کلام خودتون بازخورد بدید. بسیار خوب. چیزی که از حرف شما فهمیدم این است که با زبان خودتون بازخورد بدید. همونطور که متوجه شدم کاری که شما میخواید انجام بدید اینه که درسته؟ و به ترتیب اولویت این کاریه که میخواید انجام بدید و غیره. درسته؟ و در نهایت در مورد شرایط اساسی خودتون توافق حاصل کنید. وقتی که تونستید در مورد شرایط اساسی خودتون به توافق برسید، میتونید به سمت توافق بر روی بعضی مسائل مهم در مذاکره حرکت کنید. کلید شماره 13 که اون رو قانون 4 مینامیم. قانون 4 یک ابزار فوق‌العاده است. تقریبا همیشه جواب میده. این قانون مطرح میکنه که 4 موضوع اصلی در هر مذاکره‌ای باید حل بشه. ممکنه موضوعات فرعی زیادی وجود داشته باشه، اما 4 موضوع اصلی وجود داره. کار شما اینه که به این موضوعات فکر کنید و اونها رو شناسایی کنید. شماره 1 که بزرگترینه و در 20% آخر گفتگوها احتمالاً به نتیجه میرسه و بعد از اون موضوع شماره 2، 3 و 4 قرار داره که شماره 1 رو تحت تاثیر قرار میدن. حالا اجازه بدید که مثالی رو به شما ارائه بدم. من اخیراً اتومبیل خریدم. باید بر سر خرید اون مذاکره میکردیم. در این مذاکره 4 مسئله اصلی وجود داره. قیمت مهمترین مسئله بود و بعد از اون مدل و رنگ خودرو و تاریخ تحویل مهمه و مسئله بعدی لوازم جانبی ماشینه. این 4 مسئله هر زمان که شما ماشینی بخرید باید حل بشه. در مورد 2، 3 و 4 به نتیجه رسیدیم. این که میخواستیم درون ماشین چه چیزایی داشته باشه، ظاهرش چگونه باشه، لوازم جانبیش چه چیزایی باشه و زمان تحویلش کیه. بنابراین روی مسئله هزینه برگشتیم و تونستیم در قیمت به توافق برسیم و تمام مذاکره خوب پیش رفت. کمی بعد به شما خواهم گفت که چطور این کار را انجام دادیم. راهکار فوق‌العاده قدرتمندی وجود داره که میتونید استفاده کنید. اما به این 4 مسئله اصلی در هر مذاکره‌ای بیاندیشید و در اون صورت غافلگیر خواهید شد. برای مثال وقتی که یک خونه می‌خرید، موضوعات اصلی چه چیزایی هستند؟ هزینه، حق تصرف، زمانی که خانه در اختیار شما قرار میگیره، تأمین مالی وام مسکن و شرایط و چیزهایی که شامل خرید میشه و هر اونچه که شامل خرید نمیشه. بارها و بارها در خواهید یافت که قانون 4 همیشه هست، اما ممکنه تعداد این مسائل 5 یا 3 نیز باشند. خب، کلید شماره 14. نشانه های یک مذاکره کننده موفق چیه؟ اگه میخواید یک مذاکره کننده موفق باشید، اگه به مذاکره کنندگان موفق نگاهی بیاندازید، چند ویژگی اونها ایناست. اول اینکه اونا به مذاکره به عنوان یک فرایند همیشگی نگاه میکنن و اینکه تمام زندگی رو فرایندی از مصالحه و تنظیم منفعت‌های متضاد میدونن و اینکه هر روز از زمانی که صبح بیدار میشید آغاز میشه، از اینکه صبحانه را چه کسی آماده کنه، قهوه رو آماده کنه، کتری رو به برق بزنه، بچه‌ها رو به مدرسه ببره و غیره. این یک روند مداوم در زندگیه. اما اگه شما بخواید زندگی شادی داشته باشید، باید نوع مذاکرتون از نوع برنده باشه. یک مذاکره کننده خوب روشن فکره و یک مذاکره کننده خوب افکار خشک و تثبیت شده ای نداره و مواضع سفت و غیر قابل انعطاف رو انتخاب نمیکنه. یک مذاکره کننده ضعیف یک ایده در ذهن میاره و اون ایده‌ایه که اونها برای اون میجنگن و زندگی شادی ندارن و روابط شادی هم ندارن. یک مذاکره کننده خوب انعطاف پذیره و حاضر تغییر کنه و اگه اطلاعات جدید به اون نشون بده که بهتر مذاکره ای رو رد کنه، پس این کار رو میکنه. یک مذاکره کننده خوب به صورت مشارکتی عمل میکنه. اونها به مذاکره مانند یک نبرد یا یک پیکار خصمانه نگاه نمی کنند. همچنین به جای رقابتی عمل کردن خلاقانه عمل می کنند. به جای اینکه تلاش کنند برنده باشند، به دنبال راهی می گردند تا هر دو طرف از اون راضی باشند. و در نهایت چیزی که مهمترینه اینه که اونها فریبکار نیستند. وقتی صحبت از مذاکره است، یکی از چیزهایی که متوجه شدم که افراد میخوان یاد بگیرن ترفندها و تاکتیکها و راههایی رو برای فریب دادن فرد دیگه و راههایی برای کسب منفعتشون بیاموزند. و به شما این رو خواهم گفت که در طول سالهای مذاکرم من هرگز نشنیدم که فرد خوب یا فوق‌العاده یا معاملات خوب یا فوق‌العاده وارد هیچ گونه ترفندی شده باشه.
کتاب‌های زیادی خوندم و دوره‌های زیادی رو گذروندم که به شما میگه که چطور نقش‌های معکوس رو انجام بدید و نقش پسر بد یا پسر خوب رو بازی کنید یا تکنیک‌های فریبکاری که در اون سعی می‌کنید فردی رو از لحاظ روانی فریب بدید تا تصمیمی بگیره، تعهدی بده. اما همه اینها مزخرفاته. در دنیای واقعی جواب نمیده. در دنیای واقعی زنان و مردان صادق، صریح، راست و بیریایی که فکر واضحی از کاری که میخوان انجام بدن دارن و برای ایجاد یک مصالحه که همه از اون راضی هستن متعهد میباشند، در مذاکره موفق ترین هستند. لازم نیست شما سخت و حیله‌گر باشید تا به عنوان یک مذاکره کننده موفق باشید. اما کلید شماره 15. در اینجا تعدادی عناصر پیشنهادی برای مذاکرات وجود داره که باید از اون آگاه باشید. زیرا این عناصر پیشنهادی میتونن 95% افکار شما رو تحت تاثیر قرار بدن. 95% احساسات، عواطف، رفتارهاتون، عقایدتون و اینکه چطور در یک مذاکره عکس‌العمل نشان میدید. اگه شما نسبت به اون آگاه نباشید، میتونه به وسیله این عناصر تعیین بشه. و شما میدونید که اینها چی هستند. الف، نقطه شروع موقعیته. موقعیت یک تأثیر قوی داره. حالا اگه قصد دارید راجع به چیز مهمی مذاکره کنید، نکته کلیدی اینه که در زمین خودتون یا در زمین بی‌طرف مذاکره کنید. زمین خودتون یا زمین بی‌طرف. زیرا وقتی شما به اداره فرد دیگه‌ای میرید یا به شرکت دیگه‌ای میرید و در زمین اونا مذاکره میکنید، شما دچار ضعف روانی میشید. زیرا شما در نقطه خارج از محدوده‌ای که در اون راحتید قرار دارید. حتی اگه شخص رو برای صرف ناهار یا قهوه به جای دعوت کنید، بهتر از اونه که بحث جدی در اداره اونها و یا در اتاق هیئت مدیره اونها مذاکره کنید. بسیار خوب. مورد دوم شخصیته. شخصیت یک عنصر پیشنهادی قدرتمنده. حالا بهترین شخصیت در یک مذاکره چیه؟ بهترین شخصیت یکدلیه. یکدلی به عنوان بهترین کیفیت شخصیتی یا فیزیولوژیکی همه فروشندگان درجه یک شناخته شده. افرادی که برای دیگران برای ورود به مذاکرات تجاری بهترین کمک رو میکنند، درجات زیادی از یکدلی رو دارند. اونها رو دوست میدارند و قابل احترامند و مردم نسبت به اونها احساس خوبی دارند. بنابراین هر چقدر نسبت به موقعیت طرف مقابل یکدلتر باشید، به دیگر افراد کمک کنید تا چیزی که میخوان رو به دست بیارن. در اون صورت احتمال بیشتری داره که اون شخص با شما وارد یک مذاکره موفق بشه. و عنصر شماره 3 محل قرارگیری یا زبان بدنه. محل قرارگیری و زبان بدن بسیار بسیار مهمه. شما میتونید چیزهای زیادی از زبان بدن و محل قرارگیری بیاموزید. قانون اساسی در رابطه با محل قرارگیری اینه که روبروی طرف مقابل سر میز ننشینید، بلکه در گوشه و نزدیک فرد بنشینید. یا بهتر اونه که در دور یک میز گرد بنشینید. و حتی بهتر از اون اینه که روی صندلی بنشینید که هیچ چیز جز یک میز کوچیک بینتون نباشه. موقعیت خودتون رو طوری تعیین کنید تا در یک موقعیت همکاری قرار بگیرید، نه در یک موقعیت خصمانه. و با در نظر گرفتن زبان بدن دستانتان را باز بگذارید و روی پاتون قرار بگیرید یا اینکه بازوهاتون رو باز بگذارید، نه اینکه اونا رو در هم بپیچونید. این یک راه قویه برای اینکه نزدیکی، صداقت و صراحت شما رو نشون بده. وقتی که چشمانتون رو میبندید یا اینکه تکیه میدید، به این معنیه که من شما رو قبول ندارم. من با کاری که شما انجام میدید موافق نیستم. من در یک موقعیت خصمانه یا جنگجویانه قرار دارم. باید خیلی نسبت به محل قرارگیری و زبان بدنتون آگاه باشید. و در آخر زمانبندی. زمانبندی مهمه. ما قبلا راجع به اون صحبت کردیم. 2 نوع زمانبندی وجود داره. یکی با عجله و دیگری خونسرده. و هر دو در مذاکرات جایگاه خودشون رو دارن. اما اگر کسی عجله زیادی در عقد معامله یا جمع‌بندی داشته باشه و شما خونسرد باشید، این برای شما یک مزیت روانیه. تکرار میکنم. شما به اندازه گزینه‌هایی که دارید آرامش دارید. راحتی فاکتور دیگه ایه. هر چقدر که شما راحت تر باشید، از لحاظ تهویه، هوا، نور، میزان استراحت، خسته نبودن، داشتن مبل راحت، بهتر میتونید وارد مذاکره بشید. اگه خسته باشید در خواهید یافت که معامله بدی رو انجام خواهید داد. به این دلیله که بیشتر سازمان‌ها به مدیران خود تا 24 ساعت بعد از پرواز بین کشورها اجازه انجام مذاکره رو نمیدند.
این به دلیل اختلال خواب شبانه روزی اونهاست. میفهمید که به خاطر این تفاوت ساعتی نمیتونید به درستی فکر کنید. به خوبی فکر نمی کنید زیرا بدن و افکارتون با یک تقویم دیگه و روی یک ساعت دیگه ای تنظیم شده. هر چقدر بتونید افراد دیگه ای که با اونها وارد مذاکره میشید رو آسوده تر کنید، بیشتر شما رو دوست خواهند داشت و احتمال بیشتری داره که وارد مذاکره خوبی بشید. رفتار فاکتور بسیار مهمیه. یک رفتار مثبت و مسرورانه در یک مذاکره بسیار بهتر از یک رفتار منفی است. و مهمترین بخش رفتار شکیبایی است. دوباره متذکر میشم بهترین مذاکره کنندگان افراد بسیار صبوری هستند. اونا زمانشون رو میگذارن و به آهستگی گام برمیدارند. اونها عجله ندارند. انسانهای عجولی نیستند. اونا برای درک طرف مقابل زمان صرف میکنند. با اونها احساساتی برخورد نمی کنند. اما صمیمی و حمایتگر هستند. سعی می کنند تمرکزشون رو در مکالمات روی درک و ایجاد توافق بگذارند. توافقی که در اون طرفین راضی باشند و به طرف مقابل کمک کنه. در مذاکره قانونی به نام تلاش غیر مستقیم وجود داره. این قانون میگه هرچه بیشتر برای منافعتون تلاش کنید، کمتر موفق خواهید شد. اما هرچقدر سخت‌تر برای حاصل کردن یک توافق تلاش کنید که در اون دیگری خوشنود باشه، طرف مذاکره شما نیز تمایل بیشتری خواهد داشت به توافقی برسه که برای شما رضایت بخش باشه. نکته کلیدی در این مورد اینه که هر دو طرف باید بدونن که طرف مقابل از این مذاکره چه نتیجه‌ای میخواد. خب، این ما رو به کلید شماره 16 میرسونه که روشی برای ترغیبه. چطور دیگران رو ترغیب کنید که در طول مذاکره به دیدگاه شما دست پیدا کنند؟ و چیزی که در ابتدا مهمه، ترغیب توسط عمل متقابل نامیده میشه. تحقیقات نشان داده که یکی از قدرتمندترین همه ترغیب کننده ها که روی شخص دیگه تأثیر میذاره، اگه مهمترین نباشه، مقابله به مثله. چیزی که شما برای دیگران انجام میدید عمل متقابله. لطفیه که در حق طرف مقابل انجام میدید که سبب میشه که دیگری نیز بخواد برای شما لطفی بکنه و به شما چیزی بده. در اینجا کلیدهایی وجود داره که به شما در استفاده از روش‌های ترغیب با کمک عمل متقابل رو نشون میده. اولین روش سقراطه. من اونو سالها پیش آموختم و فکر کردم این چقدر قدرتمنده. شما مذاکره یا بحث رو بدین شکل آغاز میکنید. مخصوصا اگه لیستی از مواردی که باید مورد بحث قرار بدید وجود داشته باشه، شما به سراغ تک تک مواردی که با هم موافق هستید میرید. در ابتدا در مورد هر چیزی که موافقید موافقت خودتون رو نشون میدید و در خواهید یافت که اهمیتی نداره که چقدر از همدیگه دور هستید، اما در عوض در موارد زیادی با هم موافقید یا ایده های مشترک در مورد اونها دارید. زمانی که با تمام اینها موافقت کردید، مانند گفتن بله است. مانند اینه که کاری کردید که طرف مقابل بگه بله بله بله. ما با این توافق داریم. ما با اون توافق داریم. ما در همه مسائل جزئی توافق داریم. قبل از رسیدن به مسائل پیچیده تر برسید. حالا ذهن هر دو طرف بازه. منعطف، دوستانه، گرم و تطبیق پذیره و به احتمال بیشتری به نتیجه قابل قبولی خواهد رسید. در اینجا جمله کوچکی وجود داره که دوست دارم برای تمام مذاکراتتون در طول زندگی اون رو به خاطر بسپارید. مخصوصا مذاکراتی که قراره به مصالحه بیانجامه. اون جمله اینه: بیایید بعداً به این برگردیم. بیایید بعداً به این برگردیم. هر زمان که شما مذاکره میکنید، مخصوصا در 80% اولیه زمان و شما به یک نقطه گیردار برخورد کردید، جایی که یک طرف قضیه‌ای براش گیر داشته باشه، بگید بیایید بعداً به این برگردیم. بیایید به چیز دیگه‌ای بپردازیم و بعداً دوباره به این موضوع برخواهیم گشت. از اون بگذرید. زیرا هر چقدر که شما روی یک نقطه‌ای که در اون یک طرف احساس شدیدی به اون داره تکیه کنید، به احتمال بیشتری شما فضای مذاکره رو مسموم خواهید کرد و بر سر مسائل دیگه‌ای که ممکن است جزئی و یا پیچیده‌تر باشه توافق کنید. بگید بیایم به اون برگردیم. فقط از اون عبور کنید و چیزهایی رو که میتونید با اون موافق باشید رو به دست بیارید. به آهستگی موافقت کنید. منظورم اینه که فقط نگید موافقم، بلکه به آهستگی موافقت کنید و هدفتون عدالت باشه.
عدالت یکی از مهمترین چیزاییه که شما میتونید در یک مصالحه وارد کنید. هیچ چیز به اندازه این که اونها فکر کنن عادلانه رفتار نمی کنید نمیتونه اونا رو تدافعی تر و خصمانه تر بکنه و هرچه که احساس کنن که خودتون رو به سختی میاندازید تا به نفع اونها منصف باشید بیشتر با شما مشارکت میکنند. بنابراین چهارمین قسمت رفتار متقابلانه است. هر زمان که شما در یکی از موارد و مسائل مربوط به اونها کوتاه میایید، مانند اینه که در بانک سپرده‌گذاری میکنید و به این معناست که بعداً برای رسیدن به نتیجه رضایت بخش در مسائل اصلی شما بازده خوبی رو خواهید دید. بنابراین شما باید در بخش اول مذاکرات دهنده خوبی باشید. به دنبال هر راهی باشید که بتونید با طرف مذاکرتون مشارکت داشته باشید و به این ترتیب گرایش شدیدتری رو در اونها به وجود خواهید آورد تا بخوان بعداً برای شما کاری رو انجام بدن. و بعداً میتونید به اونا بگید نگاه کنید. ما در همه این موارد با شما کنار اومدیم. ما تا به الان همه این کارها رو برای شما انجام دادیم و حالا فقط از شما میخوایم که شما این موارد خاص رو به ما واگذار کنید. که البته این حوزه قطعاً حوزه های مهمی خواهد بود. به خاطر دارم برای قرارداد عمرانی با شهری مذاکره کردم. عنصر مهم در این قرارداد عمرانی مالیات بود که با ارزشی در حدود 400 تا 500 هزار دلار تخمین زده میشد. ما به عنوان پیمانکاران نمیخواستیم که اون رو به صورت پیش پرداخت بپردازیم. اونها به عنوان مسئولان شهر این مالیات رو میخواستند تا هزینه‌های ایجاد خدمات این شهرک رو تأمین نمایند. نکته مهمی که در ذهن داشتم این بود که ما روی چیزهایی که اونها باید باشند موافقت و مذاکره میکردیم و وقتی که موافقت کردم چیزی که میخواستم این بود که مجبور به پرداخت اون نباشیم تا زمانی که تعداد زیادی از املاک فروش برن تا بتونیم هزینه‌های اون رو از درآمد فروش املاک بپردازیم. ما کل روز رو کوتاه اومدیم و روی قیمت اونها هزینه‌ای که معمول بود توافق کردیم. اما اونا هم با زمان ما که بعد از فروش املاک بود و نه قبل از اون توافق کردن. و این یکی از مهمترین فاکتورهای این مصالحه بود. به خاطر داشته باشید که هر هزینه و زمان بسیار متفاوتن. میتونید با هزینه‌ای موافقت کنید که شاید بیشتر از اون چیزی باشه که میخواید پرداخت کنید. در صورتی که شما هم بتونید شرایط مناسب خودتون رو تعیین کنید. بنابراین اگه شما هزینه رو واگذار میکنید، اونا باید شرایط رو واگذار کنند و بالعکس. نسبت به این جریان آگاه باشید. جرالد نیومبرگ مثال جالبی داره. اون میگه این خودکار $1000. شما به عنوان مذاکره کننده میگید باشه، $1000 بابت اون خودکار به شما میپردازم. شرایط پرداخت این گونه خواهد بود. هر موقع که شما رو در فرودگاه میلواکی ساعت 5 بعد از ظهر روز یکشنبه دیدم، $1 به شما خواهم داد تا $1000 پرداخت بشه. میبینید؟ اگه بتونید شرایطی بگذارید، اون وقت قیمت میتونه هر چه که شما میخواید باشه. من دوستانی داشتم که سالها پیش مذاکره میکردند. افرادی $1,000,000 برای زمینشون میخواستند. ارزش اون زمین بیشتر از 600 یا 700 هزار دلار نبود. اما اونا خواهان $1,000,000 بودن. چرا؟ به خاطر اینکه فردی رو میشناختن که برای زمینش $1,000,000 گرفته بود. اونها در نهایت موافقت کردند که این هزینه رو به اونها پرداخت کنند. اما با این شرط که اون رو طی 20 سال بدون هیچ سودی پرداخت کنند. بنابراین توانستند در آخر با هزینه کمتر از $1,000,000 اون رو بخرند. اما اونا با قیمت کنار اومدن و توانستند شرایط بگذارند. کلید شماره 17. خب، ترغیب با استفاده از اثبات اجتماعی. این یک راه قدرتمند دیگه‌ایه که سبب میشه افراد استدلال هاتون رو در مورد اینکه چه چیزی انصافه و چه چیزی منطقیه در یک مذاکره بپذیرند. الف، استفاده از حقایق، آمارها، نامها، اعداد مدارک و شواهد از افرادی که مردم میشناسن و یا در موردشون شنیدن که قبلا این توافق رو انجام دادن. استفاده از حقایقی که تایید میکنه که این توافقی منطقی است و این شرایطی منطقی است و نشان دادن افرادی که اون مذاکره رو انجام دادن تاکتیک های فوق العاده است که کمک میکنه در زمینه خرید و فروش موفق باشید. و همینطور افراد مشابه در شرایط مشابه. اگه بتونید به کسانی اشاره کنید که شبیه فردی هستند که شما با او وارد مذاکره شدید، در یک توافق مشابه و تحت شرایط و استرس های مشابه وارد شدن، به احتمال زیاد میتونه بسیار ترغیب کننده قدرتمندی باشه. ما بیش از اندازه متقاعد به انجام کارهایی میشیم که فکر میکنیم کسانی که به عقایدشون احترام میگذاریم انجام دادن.
اگه شما یک دکتر هستید و میگید که چندین دکتر همین کامپیوتر رو با این قیمت و این شرایط خریدن، تمایل برای اینکه این دکتر با شما وارد مذاکره بشه نسبت به حالتی که بگید شما اولین دکتر هستید بسیار افزایش خواهد یافت. و حالا کلید شماره 18. تاکتیک های مذاکرات بر سر قیمت. بسیار خوب. راهبردهای قیمت. در اینجا 7 تاکتیک هزینه‌ای وجود داره که هر زمانی که چیزی با قیمت قراردادی می‌خرید باید از اون استفاده کنید. از یک بسته آدامس گرفته تا چیزهای مهمتر دیگه. مورد الف. مورد الف به خود پیچیدن نامیده میشه. مهم نیست که چقدر قیمت داره. به خود بپیچید و بگید اوه خدای من چقدر گرونه. پسر این خیلی زیاده. بعضی وقتها فقط به خود پیچیدن سبب میشه که شخص قیمت رو پایین بیاره. ب سوال کردنه. بگید این بهتری نیست که میتونید انجام بدید؟ این بهترینیه که شما میتونید انجام بدید؟ اغلب موارد پرسیدن این سوال و یک سکوت حساب شده بعد از اون سبب میشه که طرف بگه خب شاید ما بتونیم قیمت رو پایین بیاریم و غیره. ممکنه بتونیم قسمتی از اون رو حذف کنیم. خب بهترینی که شما میتونید انجام بدید چیه؟ و مدام میپرسید بهترینی که شما میتونید انجام بدید چیه؟ بهترینی که شما میتونید انجام بدید چیه؟ و بسیار شگفت‌آوره که اونها نمیدونن که شما آیا با کسی که یک معامله خوبی با اونها داشته صحبت کرده اید یا نه. و بسیار مضطرب میشن. و بعضی وقتها سوالی که میپرسم اینه: آیا به من میگید اون رو هرگز به قیمت کمتری به کس دیگه ای نفروختید؟ هیچ کس تا به حال ارزونتر نخریده؟ در اینجا چیزی که شما میتونید بگید اینه: جیم، من میتونم اینو بسیار ارزونتر از جای دیگه تهیه کنم. اون رو ارزونتر خواهم خرید. این جمله مقاومت برای قیمت‌های بالا رو از بین میبره. من میتونم این رو ارزونتر از جای دیگه تهیه کنم. من میتونم برای تهیه این به جای دیگه ای سر بزنم. در اغلب موارد اونا میگن چند لحظه صبر کنید. بیایید در مورد اون جدی‌تر صحبت کنیم. دال، قیمت پایین بدید. وقتی که اونا $100 به شما پیشنهاد میکنن، شما بگید من 50 تا میدم. بعضی وقتا اونا میگن خب با 60 تا موافقید؟ در اغلب موارد شما در خواهید یافت که اگه قیمت رو پایین بیارید و قیمت پرت و مضحکی رو پیشنهاد بدید، بعضی وقتها اونها اون رو به شما خواهند فروخت. اون هم کمتر از چیزی که فکرشو میکردید باید پرداخت کنید. مورد ه، اضافه کردن چیزی به نام اشانتیون و اشانتیون چیز اضافه تریه. شما میگید بسیار خوب، من با این قیمت موافقت میکنم. اون رو برای من بپیچید و آماده کنید. البته شما این رو رایگان ارسال خواهید کرد. اینطور نیست؟ اونا میگن خب و شما میگید در غیر این صورت من این رو نمیخوام. وقتی که وارد معامله‌ای بشید در میابید که میتوانید آرام آرام چیزهای کوچکی رو به اون اضافه کنید و اونها خواهند گفت به جای این که معامله رو از دست بدن شرایط شما رو میپذیرند. روش بسیار راحتیه. کلید شماره 19. این یکی از کلیدهای مورد علاقه منه. این روش ترک محل نامیده میشه. روشی که من اغلب به کار میبرم. این چیزیه که من ترجیح میدم افراد در برابر من انجام بدن. بسیار ساده است. شما به فرد میگید نگاه کن، من نمیخوام زبون بازی کنم. شما به من بهترین قیمتتون رو بگید و من به شما خواهم گفت میتونم اونو پرداخت کنم یا نه. اگر از پس پرداخت اون بر نیومدم به شما خواهم گفت و مذاکره پایان مییابد و سپس شروع به رفتن میکنید. آیا اغلب وقتی میخوام چیزی رو بخرم به شخص میگم آخرین قیمتتون رو به من میگید؟ شما به من پایین ترین قیمتی رو که زیر اون حاضر به فروش نیستید رو میگید؟ قیمت نهایی رو به من بگید. اگه من از پس اون بر اومدم که با هم وارد مذاکره میشیم. در غیر این صورت میرم و فراموشش میکنیم. در اغلب موارد مستقیما به قیمتی میرسید که اون رو در نهایت میخرید. ترجیح میدم جر و بحث نکنم. قیمت نهایی رو ترجیح میدم. من با این روش خانه و اتومبیل خریدم و با این روش تقریبا وارد تمام معاهدات زندگیم شدم و با گفتن این جمله که حداقل مقداری که میپذیرم اینه و یا اینکه این بیشترین مبلغیه که پرداخت میکنم. بسیار شگفت انگیزه که چگونه ذهن مردم روشن میشه و شما به سرعت پاسخ بله یا خیر رو میگیرید.
البته همیشه میتونید به عقب بازگردید. میتونید همیشه به عقب بازگشته و بگید بسیار خوب، من میتونم کمی بیشتر پرداخت کنم یا من میتونم کمی کمتر بفروشم. کلید شماره 20، چیزی که پروژه مذاکراتی هاروارد نام داره. 4 فاکتور کلیدی برای داشتن مذاکرات موفق رو یافت و فکر میکنم این پروژه بسیار مهمیه. فکر میکنم که باید کتابی به نام به جواب بله برسید چگونه مذاکره کنید رو بخونید. 4 پارامتر داره. اولین پارامتر مردم هستند. افراد رو از مشکل جدا کنید. افراد رو جدا کنید تا مذاکرات روی شخصیت ها متمرکز نباشند، بلکه به وضوح روی مسائل و روی خود مذاکره متمرکز باشید. دومین قسمت شناخت منافع قبل از فراهم کردن موقعیت هاست. منافع رو شناسایی کنید. به بیان دیگه نیازهای طرفین چیا هستند؟ قبل از اینکه لیستی از چیزایی که میخواید فراهم کنید، لیست کارهایی رو که باید انجام بدید رو تهیه کنید. نتایجی که در نظر گرفتید تا به اونها برسید کدامند؟ اما بعدی گزینه هاست. قبل از مذاکره گزینه هاتون رو گسترش بدید. چه راههای متفاوتی وجود داره؟ میتونید از طوفان ذهنی استفاده کنید. میتونید از وایت بورد یا نمودار استفاده کنید. چه راههای متفاوت دیگه‌ای وجود داره که میتونید نیازها و منافع رو ارضا کنید؟ مورد بعدی چیزیه به نام معیارها یا شرایط محدود کننده. چطور تصمیم بگیریم که آیا معامله خوبی انجام دادیم یا نه؟ و اون وقت کاری که باید انجام بدیم اینه که گزینه‌هایی رو که تهیه کرده بودید رو در برابر شرایط محدود کننده امتحان می‌کنید. حالا یک معامله خوب اینو برآورده می‌کنه. اون رو به ما میده و به این دست پیدا می‌کنه. معامله خوب برای شما اینگونه به نظر میاد. این چیزیه که به نظر برای ما معامله خوبی خواهد بود. و سپس شما وارد اون شده بحث می‌کنید و از راه‌های مختلف بحث می‌کنید که بتونید منافع و نیازها رو به دست بیارید و بتونید ضوابط و معیارهای عینی رو که تثبیت کرده اید محقق بسازید. این یکی از قوی‌ترین راه‌های مذاکره است که ذهن افراد رو منحصراً روی مذاکره متمرکز می‌کنه و از پرداختن به موضوعات شخصیتی و فرعی دوری می‌کنه. و نهایتاً کلید شماره 21. به خاطر داشته باشید هیچ مذاکره‌ای هیچگاه پایان نداره. اینکه نبود مذاکره معامله رو قطع میکنه. اگه اطلاعات جدیدی رو به دست بیارید که دیدگاه شما رو روی یک موقعیت تغییر داده، به اون برگردید و بخواید مذاکره رو دوباره باز کنید. میتونم مثالهای زیادی رو در این مورد بزنم. دوستان خوب زیادی دارم که در ساخت و ساز به مشکلات مالی برخوردند. اونا مجبور شدن به بانک برگردن و مجددا روی پکیج مالیشون مذاکره کنند. خب، وقتی به سراغ مذاکره مجدد میرید باید چیزی رو برای پیشنهاد دادن داشته باشید. هیچ کس مذاکره مجدد رو نمیپذیره مگر اینکه اونها فایده یا مزیتی در این کار داشته باشند. پس به اون فکر کنید. چه منافع یا مزایایی برای شخص دیگری وجود داره تا سبب بشه که مذاکرات دوباره باز بشه و شرایط مذاکره تغییر بکنه. لیستی از تمام مزایا بنویسید و مذاکرات مجددتون رو بر مبنای مزایا مورد معامله قرار بدید. در این مورد مزایای اونها این بود که اگه ما این پکیج رو دوباره مورد مذاکره قرار بدیم، موقعیتتون حفظ خواهد شد و به پولتون خواهید رسید. در غیر این صورت ما ورشکست خواهیم شد و شما همه سرمایتون رو از دست خواهید داد. و این برای بانک بسیار منطقی بود. برای همین بسیار منعطف برخورد کرد تا از دست رفتن سرمایه و موقعیتشون جلوگیری کنند. حالا اجازه بدید که 4 کلید مهم در مذاکره رو خلاصه کنم. اونها 4 کلید اصلی هستند. هرگز اونها رو فراموش نکنید. اگه شما این 4 کلید رو به خاطر بسپارید، مذاکره کننده خوبی خواهید شد و خوب خواهید ماند. شماره 1. حقایق و شواهد رو قبل از موعد آماده کنید. قدرت در دست فردیه که بیشترین دانش و معلومات، اطلاعات و گزینه‌ها و انتخاب‌ها رو داره و بیشترین علم رو از طرف مقابل داره. از قبل آماده بشید و حقایق رو آماده کنید. شماره 2. چیزی رو که میخواید طلب کنید. راه‌های رسیدن به موفقیت رو طلب کنید. چیزی رو که میخواید طلب کنید. بگید همونطور که به این سمت پیش میرید، میخوام بدونید که این چیزیه که واقعاً میخوایم به دست بیاریم. و در بحث کردن روی قیمت از چیز زیاد خواستن نه هراسید، زیرا قیمت‌ها بسیار اختیاری هستند.
سومین مورد اینه که راه حل‌های برنده رو جستجو کنید. به دنبال برنده شدن نباشید. به دنبال فریبکاری نباشید. به دنبال این نباشید که خودتون رو با یک توافق یا معاهده بیابید که به ضرر دیگری باشه. زیرا به خاطر بسپارید زندگی بسیار طولانیه و از هر دست که بدی از همون دست میگیری. و اگه شما امروز وارد یک معاهده بدی بشید، بعداً به شما باز خواهد گشت. و کلید آخر برای داشتن یک مذاکره موفق اینه که تمرین کنید و تمرین کنید. در هر فرصت مذاکره کنید. در هر موقعیتی مذاکره کنید. حتی برای خرید لباس، ماشین‌ها، مبل، یخچال تمرین کنید. تمرین کنید و تمرین کنید. این کمک میکنه مقدار زیادی پول و زمان صرفه‌جویی کنید. این سبب میشه شما شخص موثرتری بشید و این در موفقیت شغلی و کسب و کارتون بسیار به شما کمک خواهد کرد. موفق باشید. مدیاکده، مرجع کامل کتاب‌های صوتی روز دنیا. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید.